اللهم عافنی فی بدنی، یعنی که ای بار الها عافنی، یعنی معافات و تندرستی را برای من نصیب بگردان، فی بدنی در بدنم. اللهم عافنی فی بدنی، ای بار الها تندرستی و سلامتی را برام نصیب بگردان در بدنم، یعنی بدنم را صحت و سلامت بگردان. اللهم عافنی فی سمعی، ای بار الها صحتی و سلامتی را برام نصیب بگردان در شنواییم. فی سمعی یعنی در شنواییم، یعنی شنواییم را صحت و سلامت بگردان. اللهم عافنی فی بصری، ای بار الها عافیت و سلامتی برام نصیب بگردان فی بصری در بیناییم، یعنی که بیناییم را صحت و سلامت بگردان ای الله. لا اله الا انت، نیست معبود بجز تو، نیست معبود بر حق الا انت مگر اینکه تو ای الله. اللهم انی اعوذ بک من الکفر، یعنی ای بار الها اینی هر آینه من اعوذ بک پناه طلب میکنم به تو، من الکفر از کفر، از کفر به تو ای الله من پناه طلب میکنم. والفقر، و همچنین پناه طلب میکنم به تو ای الله من از فقر و ناداری و کمبغلی، از فقر ای الله من پناه طلب میکنم به تو. و اعوذ بک من عذاب القبر، و پناه طلب میکنم به تو ای الله من عذاب القبر، یعنی که از عذاب قبر، از عذاب و از شکنجه و از مشکلاتی که در قبر بالای بنده می آید ای الله از اون من پناه طلب میکنم به تو که از اینها مرا حفظ کنی و نگه بداری، مرا به کفر و فقر و عذاب قبر نزدیک نگردانی. لا اله الا انت، نیست معبود بر حق مگر اینکه تو ای الله جل جلاله. پس این هست مختصر ترجمه این دعای سحر و بیگانی. بارک الله فیک.